شما بت پرست نیستید؟ هستید. شما این همه امامزاده ها و این و اون، اینا همه بته ساختید. و ملت عزیز، خواهر، برادر، هموطن، هم زبان، این بت پرستیه و این بت پرستیه لعنت میاره تو سرزمین ما و این لعنته که بلا، بدبختی، بیچارگی، فقر، مرض و انواع اقسام بیماری ها و گرفتاری ها رو به وجود میاره. دست بردارید از این بت پرستی، دست بردارید. فرق نمیکنه چه اون بت پرستی که از طریق اون دعانویس ها و جادوگران استفاده میکنید، چه از این نوع بت پرستی که مجسمه میسازن و نمیدونم آهنالات میسازن. واقعا کار به اونجا رسیده که یه آهنالات درست کنن، رو کامیون میذارن، تو خیابون میبرن، مردم میان. امامزاده سیار. بابا خب این بت دیگه، بت شاخ دوم.